مقامات انتظامی تاجیکستان تقریبا یک هفته می شود که اصلا در خیابان مرکزی شهر دوشنبه، در میدان اسماعیل سامانی، در نزد سفارتخانه ها، رزیدنسی سفیرها و خصوصا در نزد بناهای استراتژیکی تاجیکستان تدابیر امنیتی را تشدید بخشیدند و ما می بینیم که در نزد این بناها خصوصا هنگام شب یا بیگاهی افراد مسلح همراه ناظران را به نظر می رسند و همچنین ماشین های حربی که شامل 10 تا 15 نفر از افراد مسلح هستند که همراهشون اصلا اتومات کلاشنیکوف است در کوچه مرکزی شهر روا میکنند. مقامات انتظامی تاجیکستان خصوصا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این تدابیر امنیتی به خاطر بی‌خطری شهروندان تاجیکستان است که هنگام بیگاه باید شهر و نقطه‌های اصلی و جاهای سیر آدم تحت نظارت قرار داده شود و این تدابیر به خاطر جلوگیری از هر گونه عملها و حرکت‌های خرابکاری گرفته شده است که به طور دوامدار ادامه می‌کند. ساکنان پایتخت هم در صحبت با ما میگویند که به فرق از در 3 4 5 هفته پیشتر واقعا به طور نظررس مسئله تشدید امنیتی به نظر میرسد و آنها نیز میگن که با تعجب سوال میدن که چرا این تدبیرهای امنیتی یعنی افراد مسلح بیشتر در شهر ظاهر میشد و به چشم آنها میخورد. من مدت مثال 16 ساله در همین نزد مجسمه اسماعیل سامانی کار میکنم. در مدت همین 2 هفته اخیر به حد بسیار همین خدمتیان حربی در همینجا اتومات قدیم مقصد که حمایت میکنن خلق ما آرامانه آسوده خواب میرن مقصد زندگی میکنن. در اینجا کارگردان میلیسه برای به خطری در راه هستند و ما آزادانه در اینجا گشت گذار میکنیم. شما فهمیدید برای چی در یک هفته اخیر اینجا میلیسا زیادتر شدن؟ نه ما نفهمیدیم که در اینجا چی هست، اما برای ما همین خشم میدانیم که برای آرامی آزادانه گشتن ما همینجا. در نزد راه کارمندان وزارت داخلی بازرسی دولتی اتومبیلی در کوچه و خیابان‌ها باز نفرانی از امنیت ملی ایستادند که آنها پیوسته نظارت میکنند چی عملها شده ایستاده است، کیها گذشته ایستادند، آدمای خطرناک نیستند در اینجا. ولی هنوز مقامات به طور رسمی پاسخ رسمی در مورد این تدبیرهای امنیتی خود اظهار نداشتند. عادتا در تاجیکستان تدابیر امنیتی در روزهای عیدهای ملی خصوصا در روزهای با مناسبت استقلال تاجیکستان گرفته می شود که در سرحدات نظارت تحکیم بخشیده می شود و خصوصا در درآمدگاه‌های شهر راههای ماشینگر نیز مسدود کرده می شود. تنها تدبیر امنیتی که در یک سال اخیر به چشم می رسید این در نزد سفارت روسیه بود که بعد از کشتار سفیر روسیه در ترکیه تدابیر امنیتی در تمام سفارتخانه‌های این کشور خصوصا در تاجیکستان نیز تشدید کرده شد که هنگام بیگاه در نزد بنای این سفارت روسیه همیشه و تمام وقت ماشین‌های حربی و افراد مسلح قرار دارند. میرزا نبی خالقزاد، امرالدین عالم، رادیو آزادی دوشنبه.